برو بریم آقا. هی خدا. سلام بچه‌ها، بونجورن، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز با شاهو عزیز هستیم که البته من خودم تا حالا سعادت نداشتم ببینمش. مخلص. یه بر حسب اتفاق و من مسیج داد که آقا بیا یه ویدیو راجع به مدلینگ بسازیم که آقا اصلا مدلینگ داستانش چیه، چه کارهایی باید بکنیم و یکی از مدل‌های خفن ایرانی ایتالیایی محسوب میشه. بنده نوازی میکنم. دیگه امروز قرار شد با هم دیگه این ویدیو رو ضبط کنیم و امیدوارم که این ویدیو به درتون بخوره. بچه‌ای که واسهشون مدلینگ جذابه، دوست دارن بدونن که سیستم مدلینگ تو ایتالیا چطوریه. بریم ببینیم که داستان از چه قرار میشه. آقا خیلی خوش اومدی. قربونت برم. و اینکه خودتو یه معرفی بکن. حتما. برو بریم. حتما. اولا دمت گرم که این به اصطلاح حرکت رو اومدی ببریم جلو. من یه چند وقتی تو این فکر هستم، به یکی دو نفر دیگه هم گفتم ولی خب پایه نبودن مثل خودت. عزیزم. بعد اینه که یه سری چیزا هست که اگه بدونین خیلی براتون خوبه و اون مسیر اشتباهی که حالا یا پر فراز نشیبی که من اومدم رو میشه برای شما هموارتر کرد و از طرفی هم یه دید کلی میگیرین که آقا چه کسی میتونه مدل شه، بعد معیارها چی جوریه، بعد این که چی گیرت میاد وقتی بخوای مدل شی و خیلی چیزهای دیگه که معمولا ازم میپرسن بچه‌ها. خب حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم یا روشون نمیشه یا آره با اکانت فیک و اینا. بعد خودم هم اگه بخوام بگم کیم، من اسمم شاهو و یه 2 سال اینجا هم. اسم تو شناسنامه همینه؟ آره. یا اسم هنریه؟ نه اسم کردیه. خیلی باحاله. اسم باحالیه. آره تلفظ درست شاهوه ولی شاهو. خب آره بچه‌های دیگه مثلا شاهو و اینا. منال کجانی؟ بچه سقزم. منال سقزی. آره. بعد آره دیگه یه لیسانس عمران خوندم ایران. اومدم اینجا یه ارشد تغذیه ورزش خوندم، بعد اومدم اینجا ادامه عمران و الان ارشد مهندسی محیط زیست برای تغییرات اقلیمی میشه گفت اسمش. خب ساپینزا. آره همین چیزی رو دارم میخونم. برای چی مهاجرت کردی؟ بپرسم سوال اینطوری. آره چون که دیگه زوری نمونده بود که بزنم و منتظر نتیجهش باشم تو ایران. گاهن باید زمین بازی رو عوض کنی. تو بازیکن خوبی هستی ولی آره زمین خرابه، محیط خیلی تاثیرگذاره. درست. خب برو بریم. 3 تا سوال قرار بود، 3 تا سوال اساسی مطرح کنیم. سوال اول چی بود؟ آره روز 3 تا محور بریم جلو که اصلا استانداردهای مدلینگ چیه. یعنی اصلا اون چیزایی که بیشتر ازت میپرسن میخوایم راجع بهش صحبت کنیم دیگه. آره. خب اولیش یعنی کلا صورت سوالی که زیاد پرسیده میشه، آیا من به درد مدلینگ میخورم یا نه. اگه بخوایم کلی بگیم این داستان رو، اول یه چیزی میگی ببخشید کلمه. چند سال مدلینگ کار میکنی؟ ببین من اولین باری که رفتم جلو دوربین به عنوان یه مدلی که بهش یه دستمزدی داده بشه فکر کنم 2018 بود. خب بعد دیگه تو ایران حالا کار کردم دیگه. چند سال بدون دستمزد باید کار کنی؟ راستش این بستگی به اون جایی داره که کار میکنی و بستگی به خودت داره. چون تو ایران فکر کنم پول نمیدن، از خودشونه که پول ندن. آره یا نه اینطوری نیست؟ پول میدن. اینطوری نیست. بعضیا هستن که آفیش خیلی بالا میگیرن، بعضیا هستن که آفیش متوسط میگیرن. بسته به تجربه. تو اگه بدونی جلو دوربین چیکار بکنی و طرف بدونه که تو واقعا مدل هستی، نمیتونه دستمزد بهت نده. نه خب شروع دیگه، کسی که تازه شروع میکنه. آره برای شروع کردن تو ایران حالا یا اینجا باز داستان متفاوته. رو اینجا بخوایم تمرکز کنیم دیگه، مثلا اینجا چه جوری طرف شروع بکنه. اول باید ببینه که معیارها چیه. معیار تو کل دنیا یه 4 تا مهد فشن هست تو کل دنیا که معیارها ثابته اونجا. یکی تو آمریکا که نیویورک، تو فرانسه است که پاریس، ایتالیا هم که میلانه و نهایتاً انگلیسه که عرض شود لندنه. خب معیارها تو اینا ثابته، مشخصه. هر چقدر از اینا دورتر میشی معیارها میتونه متفاوت باشه. برای مثال معیاری که مثلا تو مالزی هست برای کسی که مدل میشه قطعاً با کسی که تو میلان خود مثلا داستان. الان اگه بخوام مثلا خیلی دقیق بگم، برای پسرا کسی که قدش زیر اینو که میگم برای فشن مدله، حالا کامرشیال مدل و اینجور چیزای دیگه هم هست، حالا صحبت میکنیم اگه زمان بشه. برای پسرا مینیمم قد 186، ماکسیمم هم 192، حالا 3 اینا. خب
بعد تو این رنج قدی یه سری حالا سایز و اینجور چیزا هم حالا مشخصه، مثلا دور سینه قطعا باید زیر 100 باشه. بعد دور کمر حدوداً مثلا 72 3 تا 78 9 باشه نهایتاً. آره و خیلی چیزهای دیگه. و در کل آناتومی بدنت هم خیلی مهمه که مثلا توازن داشته باشه. چون ما تو ایران کسی که مدله یا میخواد مدلینگ کار بکنه، اولین کاری که میکنه میره باشگاه بدنسازی ثبت نام میکنه. آره. بعد شروع میکنه به وزنه زدن که این کاملا اشتباهه و چیزیه که تو به اصطلاح مدلینگ زیاد جواب نمیده، چون تو داری یه وزنی رو به یه عضله مثلا جلو بازو هالتر میزنی که فقط جلو بازو درگیره، مثلا 40 کیلو زدی یا ای بابا نمیدونم بازو گنده میشه فلان. بعد این چیزا فوله. یعنی تو اگه بخوای که یه عضله متناسب با بدنت داشته باشی، هیچ موقع جلو بازو تو فعالیت روزانه، تو وزن بدن، تو فلان، تو ورزش‌های دیگه همچین وزنی تحمل نمی‌کنه که بخواد انقدر حجم داشته باشه. اینه که تو وقتی میری لباس تن می‌کنی، لباسی که اینا میدوزن، می‌بینی مثلا ممکنه سینت دور کمرت اوکی باشه ولی یهو لباس تو بازوت گیر می‌کنه. همون اتفاقی که برای من افتاد. وقتی یهو گفتم what the fuck چی شد؟ بعد حالا عضله‌ای هم که با وزن ساخته میشه خیلی متفاوته با عضله. پس اشتباهی که من کردم، اولین اشتباه این بود که من اون 3-4 ماه آخر که قرار بود بیام گفتم حالا عضله میسازم، میرم اونجا معیارها اگه عضله کوچیک خواستن تمرین نمی‌کنم کوچیک میشه، ولی به این سادگی نیست واقعا. الان مثلا تو نگاه بکنی عضله‌ای که مثلا شکم با وزنه ساخته میشه مثلا انقدر عضله است، ولی در حالی که لین مسل چیزیه که تو مدلینگ حالا پسرا میخوان، یعنی عضله کوچیک و خوش فرم، نه اونقدر عضلانی که مثلا رگ شکم بزنه تا زیر گلو و فلان و اینا. یعنی زیبایی بیشتر مطرحه. آره. تا مثلا گنده بودن و یوغوری و دقیقاً تناسبی که لباس رو به هم نزنه. آره. این میشه معیار بدنی. و سنم مهمه. سن برای حالا چند سال تا چند سال کاتگوری فشن مدل هر چی سنت کمتر باشه بهتره، مثلا 18 19 20 اینا برای اون فشن شو و کتواک و اینجور داستانا. بعد اونا هر چی سنت کمتر باشه بهتره. بعد حالا دیگه سن که میره بالاتر معمولا مدل‌ها میکشن به سمت کامرشیال. یعنی این که یکم آره اکت هم تو داستان هست، مثلا تبلیغ اتکلونه، نمیدونم خب تیزره برای یه دونه هتل مثلا. آره. بعد یه چهره های جا افتاده تری مثلا مد نظره، تو اون فیلد کم کم مدل‌ها میکشن سمت اون وقتی سنشون میره بالا. آره. تو چند سالته الان؟ من الان 28م. خب آره من از اون الان تو مدلینگ تو چه اون وسطایی؟ من دوتاشو کار میکنم. کتواک میری یا نمیری الان؟ آره چند تایی رفتم تا حالا، ولی خب کتواک برای جوونا خیلی شانس بیشتری دارن، چون ریش میشم که ندارن و یه سردی خاصی تو صورت جوونا هست که اون سردی رو میخوان. یعنی یه جسم سردی که روحیه، آره که لباس فقط خودش رو نشون میده. اینجوری نیست که مثلا عضله آتش خودش رو نشون بده. چیز جذابی اضافه. آره. برای خانوما هم تا جایی که من بدونم قد بالای 1.72 3 اینا حالا هرچی بیشتر بهتر، ولی دیگه نرسه به نمیدونم 1.90 و 1 برای فشن فلان. آره برای فشن مدل. و دیگه اندام لاغر دیگه، یعنی عملا میشه گفت لاغر، ولی نه لاغری که استخونهای پهلو بزنه بیرون و اینا. خب الان من یه سوال ازت دارم. من چیزایی که دارم میبینم مثلا برندهای مختلف، نمیدونم کدوم برند بود، فکر کنم گوچی بود، مدلایی که آورده بود تو همه سایزا بودن، چاق بودن، شکم داشت طرف، پهلو داشت و اصلا من مدلینگی که دیدم اینجوری بود، شاید هم همون کامرشیالی که خودت میگی تو این فاز بود که همه میتونن مدل باشن، همه میتونن این لباسای ما رو بپوشن. آره خیلی خوب شد که اینو گفتی، من یادم. پس اون چیه؟ ببین چیزی که من دارم میگم یه چیز کلیه، یه قانون کلیه. خب یعنی ممکنه تو کسی رو ببینی که بگی این که مثلا داره کار میکنه مثلا قدش کمتره، ما صحبت اون رو نمی کنیم چون یه قانون کلی داره میگیم، ولی برنده دارن شیطنت میکنن با این حرکت، میخوان نشون بدن که آره ما از اون داستان قبلی که حالا مدل باید لاغر باشه همه سوء تغذیه میگرفتن و اینا فاصله گرفتیم
و میخوان به حالا مخاطبای مختلف نشون بدن که تو هم با این سایز میتونی این لباس خوشگل تن بکنی. فاز انسان دوستی آره. این داستانا رو هم دارن. این کارا رو میکنن ولی این معیار اصلی نیست. این اون قسمت بیشتر میره سمت کامرشیال. واقعیت این نیست. آره گاهن هم تو فشن شوها میارن، مثلا همین روم پارسال بود فکر کنم فشن شو ولنتینو بود. ولنتینو که هیچ، یکی دیگه هم فرداش بود که اسمش یادم نیست. خب عملاً 3 تا دختر تقریبا میشد گفت با اضافه وزن و قد خیلی متوسط و اینا رو آوردن وسط مدل‌ها مثلا که این بیاد. این یه جورایی میدونی بیزنس بازیه. ولی حالا کسی که این معیارا رو نداره چی کار بکنه؟ خب من عاشق مدلینگم، نمیدونم فلانم، اینجوری اونجوری، چی کار کنم؟ تو میتونی بری تو فیلد کامرشیال یه چیزیه بین فشن مدل و بازیگری به نظر من. کامرشیال میاد تو بحث این که مثلا برای یه تیزری طرف میاد میگه من یه دختر اضافه وزن دار میخوام با یه دختر خیلی لاغر، با یه دختر خیلی قد بلند مثلا 1.90 به بالا، میخوام تبلیغ مثلا فلان چیز کفش بکنم مثلا. اینه که برای اون پروژه خاص تو رو ممکنه بردارن، ولی این به معنی نیست که تو به اندازه یه فشن مدل میتونی کار بکنی و حالا داستانو ببری. یعنی پروژه‌ایه، بیاد بره. آره بیشتر فان میشه اونطوری. دقیقاً اینه که میره بیشتر سمت دیدی تو تیزرهای تبلیغات مثلا یه خانواده است طرف، خب اون بچه‌ای که فشن مدل نیست از بچگی، یا نمیدونم یه خانم باید معمولی تر باشه. اینه که میرن بیشتر اون سمتی و حالا اون به بازیگری نزدیک تره. حالا یه سری دیگه هم هستن که دنس بلدن یا یه حرفه خاصی رو بلدن، مثلا طرف دنسره، طرف باله میرقصه، این شانس داره برای این کار. حتی شاید مثلا یه پروژه هایی رو بره که طرف فشن مدل هم هست، خیلی هم سابقه نتونه بره به واسطه اون هنری که بلده. یکی میتونه دنس باشه، یکی میتونه عرض شود یه ورزش حرفه‌ای داشته باشه، مثلا بلد باشه نمیدونم تو هوا فیلیپینی پاندا بزنه، بعد نمیدونم. یعنی اینا هم میتونن بیان تو مدلینگ. اینا هم میتونن بیان تو همین فیلد کامرشیال، ولی اینا بازارشون بهتره. مثلا دنسرها خیلی بازارشون یه بهتره. هنری هم داشته باشن خیلی بهتره از آدم معمولیه. آره دقیقاً. بعد یه سری دیگه هم هستن که طرف مثلا قدش کمتره یا قدش بیشتره یا مثلا سایزش نمیتونه انقدر کوچیک شه، این ولی فیس خوبی داره. خب مثلا فیس جذابی برای عامه مردم داره. این میتونه بیاد تو بخش عکاسی هایی که مرتبط مثلا با عینک دودیه، نمیدونم عکاسی هایی که مرتبط با چه میدونم یه روتین پوستیه، یه همچین چیزایه، تو اون فیلد باز کار میکنه. اینم احتمالاً باز برمیگرده به داستان کامرشیال. اونم باز کامرشیال. آره اینه که بازم کامرشیال خیلی فیلدهای دیگه داره، خیلیاشون پرکارترن، خیلیشون کمکارترن و خیلی چیزا دیگه. مثلا میتونم برم تو فیلد عینک دودی. آره آره. یه سری سوالای دیگه هم مثلا که پرسیده میشه، بچه‌ها میگن خب پیج یکی از این بچه‌هایی که حالا میشه گفت مدل اینستاگرام میفرسته، بعد طرف مثلا 1 میلیون هم فالوور داره، بعد میفرسته و میگه که من میخوام مثل این مثلا فشن مدلش. این فشن مدل نیست، این بیشتر میره تو سبک بلاگر تور. یعنی طرف طرف نه سایزش اون سایزه، نه قدش اون قده، نه شرایطش اون شرایطی، ولی به واسطه جذابیتی که تونسته تو فضای مجازی به دست بیاره ممکنه خیلی برندهای بزرگ ازش هم بخوان بیان تو کتواکشون حتی یه بار بره به واسطه اون تبلیغ. که آره نه جذابیتی داشته قبلش، نه خوابی یه کارگر یه کارخونه بوده دقیقاً اینجوری کرد و آره و الان کلی برندهای مختلف دارن باش کار میکنن. تو روم کلی پوستر ازش هست. دقیقاً اون خودشو معروف کرده، بعد اومدن ازش خواستن بیا با ما کار کن. آره آقا یه سوال جان، الان من میخوام مدلینگ رو شروع کنم، از کجا شروع کنم؟ این نقطه صفر کجاست؟ چیکار باید؟ ایمیل باید بزنم، باید حضوری برم عکس بگیرم از خودم؟ خیلی خوب شد. ببین مرحله اول برای وارد شدن به این داستان اینه که تو یه رزومه کوچولویی داشته باشی. یعنی کار کرده باشم با یه سریا؟ کار که نه، تو باید جلو دوربین رفته باشی، چون اینجا بخوای، حالا این یه پیشنهادیه که من به بچه‌هایی که میان اینجا میگم تو ایران این رو درست بکن، چون بیای اینجا طرف میگه اوکی خیلی هم مهربونه باهات، حالا میبینه که مثلا شرایطش رو داری فلان اینا، میگه اوکی میای و بعد یه قرارداد 3 ساله هم باهات میبندن و اینا، ولی قرارداد میبندن؟ آره حالا بحث قراردادم میکنیم. خب ولی ازت پول میخواد برای اینکه این رزومه رو برات درست بکنه.
آها خب بسته به اون چیزی که تو میبینه. من حالا اومده بودم اینجا میدونستم که مثلا یه همچین چیزایی تو ایران هم خیلی ها هستن که یعنی خود اون شرکته است تو پول میخواد، خود اون آژانسه میگه که آقا من ازت 1000 تا 2000 تا 500 تا هر چقدر که هست میگیرم، با فلان عکاس لینکت میکنم، این مثلا 10 تا 15 تا عکس خیلی خوب ازت میگیره. خب اینا رو ما به عنوان بوکت استفاده میکنیم که اگه پروژه چیزی بود ما اینا رو میفرستیم برای اون سابکاره و اون حالا انتخابت میکنه. آره. تو اگه این رو نداشته باشی نمیتونی انتخاب بشی، چون چیزی برای ارائه به سابکار نداری. حساب برن اینه که بسته به مدلم هست. گاهن میگه تو اصلا هیچی بلد نیستی، باید آموزش ببینی، اونجا باید مثلا 1000 2000 تا دیگه ازت بگیره و این روندشون اینه. به خصوص آژانسایی که توی روم هستن، اینا آژانسایی نیستن که بتونن کارهای خیلی بزرگ برات انجام بدن. اینا معمولا مدل‌ها رو جمع میکنن، بعد با یه آژانسی تو میلان لینک میشن، اینا رو میفرستن اونجا برای کار و اینجور چیزا. یعنی اول آخر میخوره به میلان. آره دیگه. الان کسی که برای مدلینگ بیاد تو روم بمونه خیلی باخت سنگینی میده، چون میلان دستمزد چند برابره اونجا، حالا حداقل 2 برابره، بعد پروژه ها چند برابره. تو ماه میتونی چند تا پروژه بری که ممکنه هزینه کل ماه در بیاد. خب بعد خوابگاه دارن آژانس گاهن برای مدل‌ها و رقابت بالاست اونجا. همه چی دیگه مهد فشن اونجاست دیگه. مثل اینه که تو بخوای کلسئوم رو ببینی، به جای اینکه بیای روم ببینی بری نمیدونم عکسش رو تو ترمینی نگاه کنی. الان من نفهمیدم، الان من بخوام شروع کنم باید چیکار کنم؟ آها تو اگه از من اومدم ایتالیا رسیدم روم، الان میخوام مدلینگ رو شروع کنم. اینو به من بگو، راهو بگو بهم. آره ببین، تو میری تو گوگل مپ، سرچ میزنی مدلینگ ایجنسی، خب بعد میاره برات یه لیستایی رو میاره. تو روم مثلا 20 تا مدلینگ ایجنسی هست که مثلا 10 تاش به درد میخوره. حالا اونو چه جوری بفهمی باید دیگه بپرسی. من الان اسم نمیبرم کیا به درد میخورن که حالا بعدم بیاین بپرسین. آره اینستاگرام شاه رو میذارم که اگه سوال داشتید میتونید ازش بپرسید. حالا به آرمینم میگم بعدش اگه خواست حالا استوری چیزی بذاره. میری تو سایتشون یه قسمتی دارن بیکام مدل، بعد اون رو کلیک میکنی، یه اطلاعاتی اولیه ازت میخواد، مثلا یه قد چند، سن چند، کجایی هستی، بعد نمیدونم چقدر کار کردی و اینا. اونو پر میکنی، بعد یا تو خود سایت ازت 3 تا 4 تا عکس میخواد، یا میگه برامون ایمیل کن. بعد عکس‌ها هم خیلی ساده است، مثلا میگه اصلا لازم سلفی بگیر اصلا. بعد یه دونه سلفی مثلا میگیری و یه دونه تمام قد و یه دونه فلان که مثلا ببین آناتومی رو. آره که مثلا چه میدونم فلان اینا. بعد این میره براشون، و اونا اگه خوششون بیاد بهت یا ایمیل میدن یا زنگ میزنن. این میشه روند کلی داستان. ولی خیلی چیزا تو این تاثیرگذاره تو این روند. یک اینه که تو عکسایی که میفرستی چقدر نشون بده که تو استانداردی و حرفه‌ای. چون عکس مدلی که حرفه‌ای باشه میدونه که 3 تا عکس خیلی خام باید بگیره که با کمترین لباس ممکن، برای پسرا مثلا با یه دونه شورت، برای دخترها با بیکینی، بعد که نشون بده آره تو مثلا پاهات پرانتزی نیست، تو مثلا قوزی کمر نداری، تو مثلا چه میدونم فلان نیستی. بعد از اون طرف اون رزومه‌ای که تو می‌نویسی، مثلا طرف دوست داره یه مدلی بگیره که بتونه سریعتر ازش کسب درآمد کنه. بعد ما که ایرانی میایم اینجا 2000 یورو نمیدیم به کسی که، یا 1000 یورو نمیدیم به کسی که چیزی یادمون بده. آره. تجربه‌ای هم نداریم که مثلا بگه این اصلا لازم نیست چیزی یادش بدم، بذار ازش پول در بیارم. اینه که معمولا این درخواسته از ایرانی‌ها رد میشه، چون نه پول میدیم نه تجربهشو داریم. اینه که من پیشنهادم اینه بچه‌هایی که از ایران میخوان بیان، قبل اینکه بیان یه رزومه خیلی خوب با یه عکاس درست بکنن، برن تو سایت همین آژانس‌های خوب، عکس‌ها رو ببینن چه عکسایی برای پرزنت مدل‌هاشون استفاده میکنن. بره بگه به عکاس من اینو میخوام، از این برام درست کن. بعد اونو که درست کرد، تو دیگه به عنوان یه مدل صفر نمیای اینجا، به عنوان کسی میای اینجا که میتونه جلو دوربین حالا یه کارایی بکنه. اینم بهت بگم که اینجا هم درست کنی دیگه، یه عکاس پیدا کنی. آره میشه، ولی خب هزینه ها اینجا زیاده. مثلا عکاس ایرانی پیدا کنی بری باش عکس بگیری، یا مثلا آره در نمیاد اینجوری، ولی حالا اگه پیدا کردی میتونی این کارو بکنی. آره چرا که نه. عکاس ایرانی پیدا بکنی که این کارو بکنه. من میگم عکاسای خیلی خوبی که تو ایران هستن، با اون پولی که اینجا میدی تو میتونی اونجا با یه عکاس فوق العاده اون کارو انجام بدی. آره بعد تو ایران هم مثلا سعی بکنی یه چند باری هر چقدر کشو جلو دوربین بری، چون این
راحتی جلو دوربین و پوز گرفتنش چیزی نیست که مثلا من به توی جزوه بدم تو اینو بخونی برید بتونی انجام بدی. تجربه است. آره باید دستت بیاد جلو آینه، هی باید تمرین بکنی، پوز بگیری، بعد زاویه‌های خوب خودت رو بشناسی. آره مثلا تو وقتی میری جلو دوربین عکاس بدونی که اون چه تصویری از تو میبینه تو مانیتورش بعد اینکه عکس رو گرفت. آره من تو انقدر تمرین کردم میفهمی مثلا این زاویت خوبه، اینجوری بکن، چشم فلان و اینا. بعد یه سری ریزه‌کاری‌ها داره، یه سری دوره‌هایی هم هست ایران بچه‌ها میذارن ولی معمولا حالا برای اینه که جیبشون رو خالی بکنن، ولی اگه به این دید برین تو این کلاس که من یه چیزی یاد بگیرم، یه چند تا عکس خوبم به اصطلاح گیرم بیاد، با این دید برین و هزینه مناسب باشه مشکلی نداره، میتونین برین، مفیده. ولی با این دید برین که این منو مدل میکنه، نه، چون خیلی از اینا خودشون هم زیاد مدل حساب نمیشن. بعد اینه که نمیتونه برات کاری بکنه. جایی هم به عنوان آژانس مدلینگ رسمی تو ایران نیست، حداقل تا 2 سال پیش نبود. الان هم هر چی باشه یه سایت زده، یه پیج داره و حالا فالوور زیاده به معنی اینکه رسمی هست نیست. خلاصه خیلی از این داستانه هست. کسی که از ایران میخواد بیاد رزومه‌شو اونجا درست بکنه، یه سری تمرین بکنه اونجا، بعد بیاد اینجا اون روند رو بره جلو. اگه اینجا اومده و از دستش در رفته، با یه عکاس معمولی اینجا مثلا همکاری بزنه، نمیدونم شروع بکنه، یه سری تجربیات به دست بیاره، از مثلا 100 تا شات عکس و فلان 2-3 تاش هم دیگه خوب در میاد که تو نشون بدی به آژانسه و این میره جلو. یا میتونی مثلا من اصلا پول ندی، من اومدم اینجا پول ندادم برای اینکه کسی برام چیزی درست بکنه، چون طرف گفتم چی میخوای برات بفرستم، گفت اینا قدیمیان، گفتم خب خودت بگیر جدیدشو. خودش جدیدشو میگیره و حالا استفاده میکنه. و پیج اینستاگرام هم تاثیر داره، فالوور داشته باشی یا نداشته باشی، فعال باشی یا نباشی توی گرفتنت؟ آره به نظرم از این دید میشه بهش نگاه کرد که آژانس داره یه سرمایه گذاری انجام میده. خب بچه‌هایی که تو رومن و بچه خود ایتالیان، اینا فقط به عنوان یه سرگرمی موقت میان تو مدلینگ، چون سنشون هم کمه، بعد میان همینجوری 2-3 سالی بپلکن، بعدش دیگه مثلا میپیچن میرن دنبال زندگیشون. آژانس اگه ببینه تو عشق به این داستان داری و ولش نمی‌کنی به این زودیا، خب اونم روت احساس سرمایه‌گذاری میکنه، آموزشت میدن. آره میگه که این بابا عشقشه، این به این زودیا فلان نمیکنه، بعد این بازخورد میگیره از کاراش. بعد اینه که آره، ولی تو بحث فشن مدل، تو بحث بلاگری و اینا که دیگه اغلب داستان رو همون فالوورهای اینستاگرام و اینا میبرن جلو برات. دقیقاً اونا میارن بالا یه نفر رو. آره. حالا من یه سوال، خب یه ذره جذابش کنیم که ویدیو واسه آدمایی که معمولی دارن نگاه میکنن، اصلا علاقه به مدلینگ هم ندارن، جذاب بشه. آقا آره. درآمد این داستان چقدره؟ درآمدش خیلی بستگی به لول تو، بستگی به کاری که داری میری، بستگی به آژانسی که داری، خیلی بستگی به همه چی داره. چیز اوریج بهم بگو، مثلا نورمالی تازه شروع کردی، علاقه داری، میدونم همه کارا اولش خاکخوری داره، 6 ماه 1 سال بعد بری، نمیدونم این کارم احتمالاً همینجوری یا نه فرق داره؟ زیاده به نظرم 6 ماه 1 سال، ولی خب آره داره. کمتر هم میشه نتیجه گرفت. بازم بستگی داره که چقدر آژانس بخوادت. خب حالا فرض کن آژانس منو میخواد، حال کرده با منم کارامو شروع کردم، حدودی مثلا چقدر میندازه؟ مثلا حالا فشنش یا بحث اون کامرشیالش؟ ببین کلا دستمزد کامرشیال کلا به صورت کلی بیشتر از فشنه. یعنی فشن مدلی که دنبال پوله بره تو کامرشیال کار کنه. فشن مدلی که منظورم کتواک داستانه. و الا مثلا فوتوشوتینگ اینا اونا متفاوت. برای کتواک و فشن شو دستمزد تو روم فکر کنم از 150 یورو شروع میشه. هر سری که بری. هر سری، مثلا تو همین آلتاراما که تو روم فقط برگزار میشه سالی 2 باره، بعد هر بارم حدودا مثلا یه هفته است، یه همچین چیز. حالا کتواکای دیگه هم هستن تو طول سال، ولی خب این اصلی داستانه. بعد این مثلا آره مثلا میبینی صف طولانی مدل، بعد دستمزدم خیلی کمه، 150 تا چیزی نیست اصلا. بعد از اینم بیشتر نمیدن، چون تو اگه نمیخوای خداحافظ پشت سرت میخواد انقدر زیاده. آره. ولی بحث کامرشیال اینجوریه که طرف تو رو گلچین میکنه، مثلا میره تو آژانس میگه من اینو میخوام، دست میذاره روت. آره اینه که تو اگه بگی من با این پول نمیام، ممکنه اون منیجر آژانس نره به حساب برنده بگه که من مثلا پول بیشتری میخوام، ولی از اون پولی که خودش برمیداره رو میذاره روش، که معمولا هم بیشتر از چیزی هست که باید. اینه که بحث کامرشیال اینجوریه، ولی دستمزدش به این شکله. ولی مثلا ممکنه پروژه بهت بخوره که تو 1 ماه
مثلا 2 تا پروژه اینجوری بهت بخوره هزینه کل ماه در بیاد. یعنی چقدر؟ یعنی مثلا یه دانشجو چقدر هزینه داره توی ماه؟ همون 800,000 اینا دیگه. آره همون حدودا رو بنداز. آره تو 2 روز میتونی مثلا هزینه کل ماهتو در بیاری، ولی این خب مشروطه به اینه که تو 2 تا پروژه بگیری تو ماه و پروژه ها هم مثلا پروژه های مناسبی باشن، خوب بخوره به. آره اینه که یکی از بدیهای مدلینگ اینه که شغلی نیست که تو بتونی روش برنامه‌ریزی بکنی. ممکنه یه ماه تو 2 برابر چیزی که انتظار داری در بیاری، ممکنه یه ماه صفر باشه، درآمد مشخصی آره نداره. مثلا الان آگوست که همه جا تعطیله دیگه، تو هیچ پروژه‌ای نیست برات. یکم هم قبلش یکم هم بعدش، بعد نمیدونم توی یه ماهی هست، خیلی بستگی به شانس داره، به خصوص توی روم. فکر میکنم توی میلان دستت بیشتر بنده. آره من شنیدم بچه‌ها تو میلان مثلا بوده که پروژه 2000 یورو هم گرفته مثلا، با توجه به اینکه مدل آماتور هم بوده. چرا نمیری میلان؟ چون من دانشگاهم اینجا بود دیگه، الان دیگه ترم درگیری با کلاس؟ آره اون که اصلا یه اصلا دانشگاه ما زیاد گیر نیستم، مثلا واسه توریسم بریم نریم کسی ما اون کاری نداره. آره بستگی به رشته و دانشگاه داره. منم کاری ندارن که بری یا نری، ولی اگه نری اصلا نمیفهمی که چی بوده داستان، چی کار باید بکنی. به خصوص اینجا که مثلا دانشکده مهندسی همه اینجوری بعد آره من میری اونجا همه این کیه چرا اومده اصلا. اونم باز یه معضل دیگه ایه که حالا بعداً میتونیم در موردش صحبت بکنیم حالا تو ادامه. آره. که چقدر آسیب میزنه به زندگیت اگه بخوای وارد مدلینگ شی. خب آقا یه سوال، چیزی میخوای بگی یا من بپرسم سوالا رو؟ نه فقط داشتم فکر کردم جواب سوالت رو کامل دادم یا نه. درآمدش به نظرم معلوم نیست دیگه، باید ببینید چی معلوم جوری نیست میشه. ولی یه درآمد 800 تا رو میندازه. آره یه درآمد با کلاس مثلا 1-2 روزه است که حساب کسی کارم که نیست. علاقه من به شغل کارمندیه به نظرم هیچ وقت تو مدلینگ موفق نمیشه. درسته؟ آره نباید بهش به دیده شغل نگاه بکنی، اصلا شغل یه نیست، تفریح یه یا یه شغل دوم سوم حالا تهش. آره و مثلا 2 تا پروژه بگیری تو ماه، حالا کم کم حرفه‌ای بشی، اگه شغل ثابتی داری اونو بذاری کنار، بری اینو بچسبش. مثلا این ماهی 2000 تا داری در میاری، میگه آخ خوب شد برم حرفه‌ای‌تر بشه ادامه بدم. آره یه چند تا حالا چی بهش میگن تبصره به این داستان وارده. یکی این که کسی که حرفه‌ای دنبالش میکنه خب قطعاً میره تو مثلا مهد این داستان و خیلی پول در میاره، یه چند سالی میتونه یه کاسبی دیگه ای رو با توجه به معروفیتی که از اون کار به دست آورده شروع بکنه. برند لباس را میندازن، کفش، عینک فلان. اصلا میره مربی مثلا ورزشی میشه، مربی مدلا بشی اصلا. آره میره اصلا نمیدونم عکاس میشه، میره حالا دورهشو میگذرونه، میتونه یه کارایی بکنه. ولی صرف به این که من از اول تا آخر مدل باشم خیلی ریسکیه. چرا؟ خطرناکه، یعنی شغل خطریه. مثلا یه روز ممکنه نتونی مدل باشی، یه روز ممکنه معیارها برخلاف چیزی باشه که تو هستی، یه روز ممکنه تصویر تو دیگه تکراری شده باشه، یه روز ممکنه جوانای خیلی بهتر از تو اومده باشن که میان 100%. ولی یه سری هستن مثلا دیوید گاندی مثلا 50 خورده ای سالشه همچنان داره میتازه. خب این آژانس مدلینگ زده، برند زده، نمیدونم صاحب اون دیگه اون یه خودش یه برندی شده. اینه که این نمیتونه کسی اینو تو دنیای فشن نادیده بگیره، ولی الان به عنوان فشن مدل این زیاد تو داستان نیست، به عنوان کسیه که داره خودش یه برنده اصلا. آره این یه تبصره دیگه است. خب اونم تو کار بوده که به اینجا رسیده. دقیقاً عمرشو گذاشته ولی داره نتیجهشو آره استعداد داشته، شانس داشته، عمرشو گذاشته، انرژی گذاشته. خیلی هم حالا فلان داره. کسی هم که دانشجو عشقشو داره یا مثلا مثل من چه میدونم به عنوان یه سبک زندگی نگاش میکنه، این دیگه دنبال این نیست که چقدر ازش پول در میاره. پول در میاره ولی به عنوان یه شغل دوم سوم نگاش میکنه، به عنوان یه تفریح، یه سرگرمی اینجوری نگاش میکنه. از صفر توضیح بده. توضیح دادیم توی میلان میشه مدل شد، اینم که گفتیم چطور کسب درآمد بکنیم. خب سوالا رو فکر کنم جواب دادیم همه. آره سن مهمه یا فقط اندام و سایز؟ از نظر کیس ورزشی چطوری میتونیم مهاجرت کنیم؟ اون فکر کنم تو باید جواب بدی. بچه‌ها مهاجرت کردن به ایتالیا بهترین حالتش الان تحصیلیه، به خاطر اینکه جاب آفر خیلی سخت میدن. یعنی صاحبکاری که میخواد جاب آفر بده به شما باید یک ویژگی خاص و عجیب غریب داشته باشه یا یه پوزیشن شغلی خاص باشه
که مثلا این آدم تو ایتالیا پیدا نکنه هیچ کسو، تو اروپا هم پیدا نکنه، بگه دیگه مثلا برم از ایران بگیرم. آره میدونی باید مثلا یه همچین نخبه‌ای باشی یا مثلا یک کار واقعا تخصصی حرفه‌ای باشه که مثلا تو یه نفر اینو بلد باشی و اون آدم بگه که اب نداره، دردسر ویزا، دردسر همه اینا رو به جون میخرم که مثلا من تو رو بیارم. برای درست. همین زیاد به فکر مهاجرت کاری نباشید. الان مهاجرت تحصیلی رو بورسه که راحت ویزا میدن و یکی دو ماه ویزات میاد. و چند وقته اومد ویزات؟ من خیلی زیاد 60 خورده ای 60 روز. خیلی زیاد. برو ویزای آلمان و آمریکا و کانادا رو آره، ببین. آره، آره. اونا اصلا پیر میشن، 1 سال تو پروسه ویزا میمونن. آره واسه همین ضبط میشه. آره واسه همین بهترین حالت واسه مهاجرت این داستان. آقا یه سوال جان. الان کسی که میخواد مدل بشه، مثلا میگم معیارهای خاصی مثلا توی مو وجود داره؟ مثلا الان من مثلا اینجای موهام ریخته یا مثلا یکی اینجای موهاش ریخته نمیتونه مدل بشه یا نه میشه، یا باید کچل کنی یا باید حتما مو داشته باشی؟ ببین خب موی قشنگ، ناخون زیبا، به به به، پوست خوب، بعد اینا همش رنگ چش مثلا عجیب غریب و باحال، اینا همش پوان مثبته. خب اگه اینا رو نداشته باشی، خب کسی که اینا رو داره شانسش از تو بیشتره. بعد یه جورایی میشه گفت که تو شانس تو کمتر میبینی اگه اینجوری نباشی. بعد حالا یه سری چهره ها هستن مثلا طرف شبیه چینیاست. من اینجا دیدم طرف شبیه چینیا بود، نه موش خوب بود نه صورتش خوب بود، هیچی، فقط چون شبیه چینیا بود رو هوا ورش داشتن. برای چی باید شبیه چینیا رو هوا؟ چون میخوان فیسای متفاوتی تو کتواکا باشه. آها. بعد شبیه افغانی‌ها، شبیه مغولا، اینا به شرطی که مثلا قدشون یکم حالا مناسب، حتی معیارها رو برای اونا یکم سوبسید میدن. مثلا طرف 1.86 نیست، 1.84 ورش میدارن. بعد نمیدونم طرف سیاه‌پوست، موهاش یکم عجیب غریبه، یه چیزی ورش داره. میدارن. تصویر خاصی از خودش میگه، هارمونی خاصی توی طرف مثلا هندیه، چشش آبیه، 100% ورش میدارن. تو هندیا خاصه. آره خلاصه که اینجوری. میخوای در مورد قراردادش هم صحبت بکنیم؟ آره بگو و در نهایت بهم بگو که راضی هستی نیستی؟ آیا احساس خوشبختی میکنی؟ آره در مورد قراردادی که بات میبندن، اولا خیلی حواست باشه هر آژانسی قرارداد مختص خودش رو تنظیم میکنه. یه بندی باید توش باشه که این قرارداد تو چه صورتی منتفی میشه. یعنی کل قرارداد رو نگاه بکنی همش به نفع آژانسه. فقط یه دونه بند اونجا هست که آژانس اونو خودشون تنظیم میکنن که تو چجوری میتونی قطع رابطه، قطع همکاری بکنی با این آژانس. مثلا اگه آژانس خودش رو یه چیز خوبی بپندارد، جمله رو بپندارد، میره اونو خیلی ساده میگیره. میگه اگه مدل مثلا چند تا پروژه بهش گفتیم و دلیل قانع کننده برای نرفتن نداشت، این قرارداد خودش فسخه. ولی یه سری آژانس‌ها هستن که میگن مدل نه، مدل باید بمونه تا ته قرارداد. این دست تو رو میبنده، چون قرارداد معمولا 3 ساله است. اگه تو میخوای قرارداد ببندی، برو 1 سالش کن تا جایی که میتونی، اون بند رو قشنگ چک بکن. بعد قراردادی که 3 ساله باشه، یعنی آژانسی که مثلا تو با شروع کردی، خب طبیعتا ممکنه بعد 1 سال خیلی آژانس‌های بهتری تو رو بخوان. تو نمیتونی اون رو ترک بکنی چون 3 سال باهاش قرارداد داری و اونا این رو میدونن و ماها نمیدونیم. اینه که حواستون باشه. اگه اصلا اون قرارداد به چه درد میخوره وقتی حقوق ثابت نداره؟ مثلا چرا باید قرارداد ببندی؟ اون قرارداد دقیقاً برای اینه که یه سری چیزا هم هست که مثلا آژانس مدلینگ 20% دستمزد رو ور میداره. خب که هیچ موقع تو نمیتونی ببینی که این 20% چقدر بوده و این چقدر ور داشته، که معمولاً هم حداقل نصفش رو ور میدارن. اگه بدونن تازه کاری کلش رو ور میدارن. اینه که یه سری بنده هست اینا تنظیم میکنن که مدل اگه سایزش تغییر بکنه قرارداد منتفیه. نمیدونم مدل اگه این همش دارن تو رو تو چارچوب نگه میدارن. قرارداد بیشتر برای اونه. آها. به نفع خود، اصلا قرارداد واسه خودشون نه واسه منفعت تو. بعد تو اگه با یه آژانسی قرارداد داشته باشی اکسکلوسیو که معمولا هم همینه دیگه، تو کل لاتزیو مثلا اگه تو روم باشی نمیتونی با آژانس دیگه ای کار بکنی. بعد مثلا بری نمیدونم میلان، بعد اون موقع میگه من آژانس مادرتم، یه درصدی از پولتو تو میگم. اینه که حواستون به این داستان قرارداد باشه. که اصلا قرار نبندی، ولی اگه نبندی هم فکر کنم پروژه نمیدن. نبندی هم خیلی کمتر بهت میدن.
ولی اینم بگم قراردادش مثل قراردادهای دیگه نیست که بتونی مثلا باهاش نمیدونم اقامت رو تمدید بکنی و از این داستانا، چون مالیات داده نمیشه برای این قرارداد، ریجستر شده نیست. حالا یه سری از بچه‌ها گفتن خودت میتونی یه کارایی بکنی، ولی حالا نمیدونم چه کارایی، من دنبالش نبودم. ولی این قرارداد اینجوریه. ببین چون قرارداد مثلا بچه‌ای که میرن تو رستوران کار میکنن اصطلاحش میگن بوستا پگا میگیرن، یعنی فیش حقوقی دارن و ماه به ما پول میاد تو حسابشون. بعد با اون قرارداد میرن مثلا خونه اجاره میکنن، میرن نمیدونم چیز قسطی میخرن. دقیقاً تو از این چیزا محرومی. اینا رو نداره، اینا رو باید در نظر داشته باشید. آره. در کل راضی؟ من خیلی آره. من چون سخته زندگی مدلینگی، تغذیه، ورزش، فلان. آره به نظرم سخته، چون من میخوام دوتاشو کار بکنم، همیشه باید یه استانداردی رو رعایت بکنیم. بعد تو اینجا داری مجردی زندگی میکنی، غذا بپز، نمیدونم بشور، نمیدونم ورزش بکن، ریکاوری بکن، دانشگاه برو، درس بخون. بعد بدبختی اینه که اغلب ایونت های مهمم تو فصل امتحاناته، چون آخر فصل اول فصل. من حالا یه چیزم تعریف بکنم، یکی از استادامون تو همین دانشکده عمران که میگم خیلی اصلا نمیدونن چه خبره، انقدر نمیدونست مثلا کتواک و اینا یعنی چی، که من یه امتحانی داشتم خیلی هم امتحان مهمی بود که مثلا دیگه باید پاس میکردم بورس رو قبول میشدم. خب اینو مثلا من چون نزدیک کتواک بود کربوهیدراتمو کاملا مثلا کم کرده بودم در حدی که مغزم به زور کار میکرد. یه موضوعی رو من تو طول ترم ارائه داده بودم، خیلی هم راضی بود. اون روز امتحان همون موضوع شفاهی از من پرسید و من تو جزئیاتش موندم، هرچند که جواب رو رسوندم. بعد اعصابش خورد، گفت داستان چیه؟ چرا اینجوری؟ گفتم حالا نمره رو بذار بهت میگم. آقا نمره رو گذاشت، نمرم بد نبود. بعد گفت چی الان؟ گفتم والا داستان اینه که من کربوهیدرات انقدر آوردم پایین، کربوهیدرات هم دیگه تنها سوخت مورد علاقه مغزه که زیاد کار نمیکنه. گفت چرا؟ خب گفتم خب به خاطر اینکه یه فشن شوی حالا فردا داریم و اینا. بعد گفت چی؟ گفتم کتواک. گفت چیه؟ یعنی چی؟ گفتم مدلینگ کار میکنم. گفت تو چه نرم افزاری؟ گفتم بابا اینایی که دارن اینجوری راه میرن. گفت آها. و اینقدر براش تعریف نشده بود که یه دانشجویی مثلا از مهندسی بیاد همچین حرکاتایی بزنه برای اینکه مثلا مدلینگ اونم یه روز قبل امتحان. اینه که ایناش خیلی سخته، یعنی منیج کردن این که تو روز چیکارو باید بکنی چیکارو نکنی. تو داری 3 تا زندگی رو با هم میبری جلو دیگه. آره. یه زندگی دانشجوییه، یه زندگی ورزشکاریه، یه زندگی مدلینگیه که هر کدوم از اینا خودش یه شخص میتونه اونو تنهایی زندگی بکنه. اینه که بدترین میشه گفت ساید افکتش برای من این چی بهش میگن، به انزوا رفتن از لحاظ اجتماعیه. چون تو وقتی این رو نداری که مثلا هم کلاسی بعد کلاس میرن یه آبجو میزنن صحبت میکنن، تو بعد همون رو سریع برگردی بری باشگاه. یا مثلا میبینی مدل‌ها مثلا میرن بیرون، بعد به تو زنگ میزنن میای؟ نه من امتحان دارم. نمیدونم به تو زنگ میزنن بیای؟ نه. چون خب درس تمام بشه بعدش میتونی دیگه ببری جلو دیگه. اگه به عنوان تک شغل نگاش بکنی نه میتونی تک شغل اگه نگاش بکنی، ولی خب من به عنوان شغل دوم سوم دارم نگاش میکنم. اون موقع هم باز یه چیزای دیگه حالا میاد. بعد یه چیز دیگه هم هست که تو اصلا تفکرت با کسی که فقط مدله خیلی فرق داره. تو مثلا الان آکادمیک اومدی اینجا، خیلی از بچه‌ها آکادمیک اومدن، تو ایمیلی به استادت میدی مثلا در کمال احترام جوابت رو میده، بعد در اسرع وقت جوابت رو میده. ولی این چیزا مثلا تو دنیای مدرن برعکسه، یعنی طرف خودش هر چقدر معذرت میخوام چس بکنه بیشتر کارش میره جلو. اینه که تو مثلا پیام میدی به منیجر، بعد 3 روز مثلا سین میکنه، بعد 3 روز جوابتو میده، میگه پررو نشی. آره. مثلا میری تو جمعشون میبینی که مثلا حالا دختره نشستن همش تو فکر اینن یکیو به عنوان اسپانسر مخ بزنن نمیدونن. واسه دختره راحت‌تر این داستان خیلی اصلا یه چیز عجیب غریبی. بعد نمیدونن اینو مخ بزنن، نمیدونن این کارو بکنن، بعد تو همینجوری نشستی و بعد هی داری فکر میکنی که چقدر اینا مثلا افکارشون عجیب غریبه. اصلا چوسان فیسان مدلینگ خیلی زیاده واقعا. من اینستاگرام تو دیدم به مسیج دادی، خب بعد خب میدونم فضای مدلینگ اینه دیگه، مثلا بیشتر رخای عقابه و مثلا اینجوریه، میدونی؟ آره اصلا آره اینطوریه دیگه، سیستم مدلینگ اینجوریه دیگه، مثلا خودتو بگیری مغرور باشی تو عکسات فلان. بعد گفتم ای بابا من ببین صادقانه دارم گفتم که بریم حالا مثلا، ولی مثلا اینجوری بودم که احساس دعوامون نشه. آره احساس می‌کنم باز راحت نیستم، احساس می‌کنم که مثلا یه کاریه که حالا گفتم اوکی، بعدش مثلا میگم احتمالاً راحت نیست، ولی اومدم دیدم مثلا آدم باحالی هستی، کولی، اوکی. چکریم قربونت برم. آره متاسفانه یه غرور کاذبی دارن بچه‌ای که مدلن، چون
یه درصدی هم حالا از چیزی که دارن ژنتیکاً بهشون رسیده دیگه. یعنی تو داری مغروری به خاطر چیزی که تو کسب کردنش هیچ نقشی نداشتی، اکتسابی نیست. یعنی ببین چقدر فول این غروره. ولی خب چون سنشون کمتره، چون مثلا خیلی به به و چه چه میشنون اینا، مثلا تو میری تو جمعشون فقط دوست داری سریعتر بری بیرون. همین اتفاق رو ما بین مثلا دوستای مهندسیت ممکنه بیفته، هم کلاسیات. مثلا میبینی طرف مثلا مامانش ساندویچاشو پیچیده، بعد کلی کره و فلان زن تفریحا مثلا اینا بزنه آره، بعد اینا مثلا کل صحبتشون در مورد مثلا چیزایی که تو سر کلاس به زور داری تحمل میکنی فقط که بگذره. اینه که نه تو اون جمع نه تو این یکی جمع تو متعلق به هیچ کدوم نیستی. از اون ورم دوستاتو کم کم از دست چون وقت نداری که بری بیرون. آره. یه انزوای غیر ارادی برات داره اگه بخوای هم دانشجو باشی، هم مدلینگ رو ببری جلو، هم ورزشکار باشی. این بدترین ساید افکتشه، ولی از اون طرف هم خیلی چیز بهتری داره. خب تو رو با یه دنیای دیگه آشنا می‌کنه دیگه. مثلا اون دوستات که میرن بیرون مشروب می‌خورن، اونا هیچ وقت نمیتونن فضایی که تو تجربه می‌کنی تجربه کنن. آره دقیقاً من به بچه‌ها میگم، به خودت هم گفتم، مدلینگ یه لایف استایله. یعنی تو مراقب روتینت باشی، مراقب پوستت باشی، تا جایی که میشه مراقب حالا موهات باشی، نمیدونم غذاتو کنترل بکنی، ورزشت رو داشته باشی. همه اینا تهش اینه که به تو یاد میده که چقدر خودتو دوست داشته باشی، چقدر به سلامتت اهمیت بدی. و این یه چیز جالبیه. یا این که همون حسی که حالا قبل اینکه ویدیو ضبط بکنیم بهت گفتم که تو به این دید نگاه بکن که خیلی از مردم دارن پول جمع میکنن که لباسهای متفاوتی داشته باشن یا یه لباس خیلی برند خوب بگیرن. بعد از اون طرف تو به عنوان یه مدل میای مثلا تو یه روز 30 دست لباس عوض میکنی که هر کدومش مثلا ممکنه پول یه روز یه ماه کاریت باشه، ولی اون حس پوشیدن اون لباس رو که هیچ تجربه میکنی، این تویی که داری به اون لباس اهمیت میدی. یعنی طرف به تو پول میده که لباس گرون قیمتش رو تم بکنی که لباس بهتر باشه. آره. این حس رو به تو میده که تویی که با ارزشی، تو به اون لباس ارزش میدی. آره. یه سری حسه هست مثل این، مثل اون جلو دوربین بودن، مثل این شخصیت‌های متفاوتی تجربه کردن به واسطه حالا کامرشیالی که گفتم، مثل اون به به و چهچهی که پشت دوربین مثلا همین ایول فلان کارو درآوردی، این خیلی انرژی میده. یا مثلا تو حالا من پیش اومده یه چند باری تو این یکی دو ساله یه سری پروژه ها رفتم مثلا برای یه حالا اقامتگاهی، یه فلان جایی که من حتی اگه کار مهندسی من به اون لولی که بخوام برسه هیچ موقع نمیتونم و نمیخوام انقدر هزینه بکنم برای موندن تو اون هتل. ولی تو مثلا 2 روز تو اون هتل میمونی، بعد یه سری تجربیات خاص کسب میکنی. اینه که خوبیای خودش رو داره، مثل هر کاری بدیای خودش رو داره. مهم اینه که چقدر بتونی بدیاشو تحمل بکنی و چقدر از خوبیاش لذت ببری. به نظر من اگه شرایطش رو دارین امتحانش بکنین. حالا نه با دید پولی، با دید فان برین جلو که آسیب هم نبینین از لحاظ روحی. بعد جالب اینا رو که گفتی، اینا خیلی مهم بود. اینا نکات مهمی. همین بحث انزوایی که گفتی یا فشارهایی که بهت وارد میکنه. الان مثلا مگه دوست داری جواب مثلا حدوداً چند وقت یه بار مشروب میخوری تو ایتالیا هم اصلا نمیشه نخور؟ آره نه من میخورم. من چون وقتی روتین هر روز ورزش کردن داری، زیاد مثلا یه مشروبی تو یه هفته نمیدونم، من شاید باور نکنم ولی هر روز شیرینی میخورم، ولی انقدر متابولیسمو کشیدم بالا که بدن میسوزونه همه چیو. اوکی. اینه که من هر جمعی پیش بیاد، کلاپی برم، نمیدونم جای خاصی برم، آره چرا که نه، ولی تو خونم گرفتم اتفاقا، ولی تمایلی بهش نداری خودت. حالا اون بحث روانی داری میبری جلو. آره بحث روانی داستانه که مغزت بعد یه مدتی به این اطمینان میرسه که اینجوری زندگی کردن بهتره. پس خودت سمت مثلا مشروب و اینجور چیزا کمتر میری تا مثلا حالت عادی. بعد یه سری از حالا بحث کلاب هم شد، یه فیلد دیگه‌ای که خانم‌ها میتونن کار بکنن اینه که به عنوان هاست تو کلاب‌ها یا حالا ایونت‌های خیلی مهم، اینا میتونن مثلا چند شب و حالا اونجا بهشون دستمزد میدن. هاستم داستانش چیه؟ اینه که فلان کلاب که میدونه مثلا امشب مهمونای مثلا اینترنشنال داره، زنگ میزنه که فلان آژانس مدلینگ من 4-5 دختر خوشگل میخوام که فقط تو قسمت مثلا وی آی پی باشن، حالا از ملیت‌های مختلف اگه شد. بعد اینا هم لباس خوب میپوشن، بعد شامشون رو میدن، هزینه حالا مشروب و اینجور چیزاشون رو میدن، اونجا فقط وامیستن و بعد با ملت گپ میزنن دیگه،
کار خاصی هم نمیکنن. اون دیدی که مثلا آره همینجوری اونجا یعنی فقط همونجوری مثلا طرف داره پول میده که تو بری تو وی آی پی کلاپش مثلا یکم اونجا خوش باشی، مثلا برقصی، یا ملت مثلا میبینن میگه اون کلاپ دختره خوبی داره بریم اونجا دوباره. از اون نظر آره، یا مثلا یه رخی به اون کلاپ میدن. آفرین، دقیقاً این بهش میگن هاست داستان، شلوغ‌کاری داستان بچه‌ها. آره خیلی عالی. نمیدونم اگه چیزی مونده بگو. نه به نظرم چیز خاصی نمونده. اگه سوالی هم داشتین، حالا شرایط خاصی چیزی بود، میتونین بپرسین دیگه. حالا شاید سریع جواب ندم ولی خب قطعاً کامل جواب میدم. بعد همین دیگه. گفتی سریع جواب ندم، یادم این مدیرای مدلینگ افتادن، گفتی 3 روز بعد جواب میدن. اونا عمدن جواب نمیدن. اون سین میکنه که بفهمی دیده. ولی جوابتو نمیده. اون داره مستقیم خوردت میکنه. که یعنی اگه من نباشم تو هیچی نیستی. این منم که تو رو میرسونم به برندا. آره. مستقیم نمیشه با برندا کار کرد؟ مثلا به خود برند ایمیل بزنی، عکساتو بفرستی فلان نه؟ مگه اینکه خیلی آدم فیمسی باشی. یعنی میلیون مثلا فالوور داری، بعد اتفاقا اونم سایز خودتو برات میفرسته، نمیگه تو باید این سایز باشی. بعد مگه اینجوری باشی، ولی نه مستقیم نمیشه. خلاصه که اینه داستان. اگه تو این داستان میایم باید محکم باشین، باید سرسخت باشین، باید با علاقه باشین و پیگیر شدید دیگه. عشق است. آقا دمت گرم. آیدی شما رو براتون میذارم اگه دوست داشتید. اگه بازم سوالی براتون موند دیگه میتونید برید ازش بپرسید دیگه تا اینجا ویدیو رو فکر کنم خیلی چیزا رو نکنید. آره. ولی حالا باز اگه سوال داشتی تو اینستاگرام فعال، یوتیوب اکتیو نداره. آره. و دیگه اینطوری دیگه. دمت گرم. فدات شم. خیلی حال دادی. عزیزم. فدات شم. بچه‌ها سوالی دارید تو کامنت ها هم میتونید بپرسید. میتونی به جواب بدی؟ آره. تو کامنت ها اگه سوالی دارید، نظری دارید بپرسید. عاشقتونم، بجنگید واسه هدفاتون تا یه ویدیویی دیگه. خداحافظ.